بیترکس. مسیح دروغین که به اختصار با نام دجال نیز شناخته می شود، یک شخصیت شیطانی در فرجام شناسی اسلامی است که به باور مسلمانان در زمانی در آینده پیش از روز رستاخیز وانمود می کند که حضرت مسیح است. دجال در احادیث اسلامی به باور مسلمانان سنی و شیعه موجودی است که چشم راستش کور است و مانند حبه انگور برآمده است. در باور شیعیان بر اساس حدیثی از علی ابن ابی طالب، چشم سالم دجال به وسط پیشانیش آمده است. در جلو و عقب کاروان دجال کوههایی از دود حرکت می کنند که مردم در قحطی‌های سخت انتظار غذا در آن کوهها را دارند. همه رودخانه هایی که در مسیر دجال قرار می گیرند خشک می شوند و مطابق این حدیث او با صدایی بلند مردم را صدا می کند که ای دوستان، به سمت من بیایید، من ارباب شما هستم که به شما دست و پا و غذا دادم. در روایات شیعه دجال در آخر الزمان و پیش از قیام مهدی از خراسان ظهور می کند و او با انجام کارهای شگفت‌انگیز و معجزاتی جمع زیادی از مردم را فریب می‌دهد. دجال در اورشلیم ادعای خدایی می‌کند و سرانجام پس از حکمرانی به مدت 40 روز یا 40 سال به دست عیسی مسیح و یا امام موعود و یا اینکه هر دوی آنها کشته می‌شود. شما درباره دجال چه می‌دانید؟ ارائه شده در پیج بیترکس.